زبانهایی داریم با 5 نفر گویشور. در دنیا زبانهایی وجود دارد که فقط 5 نفر با آن تکلم می کنند. این را مدیر مجتمع آموزشی پیام امام مسکو در نخستین همایش خط و زبان فارسی گفت تا گستردگی و غنای زبان و ادب پارسی را یادآوری کند. گستره جغرافیایی زبان فارسی در 8 کشور به ویژه آسیای میانه تکلم می‌کنند و حدود تقریباً 120 میلیون نفر گویشور داریم. خواستیم که این همایش رو با هدف دوستی، صمیمیت و مودت میان ملیت‌ها ایجاد بکنیم. دانش آموزان مجتمع آموزشی پیام امام هر کدام عهدهدار بخشی از همایش بودند. با شاهنامه خوانی این کودک 8 ساله به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه و نگذرد و ارائه مقاله درباره شعرای نامدار ایران زمین. ابو محمد الیاس ابن یوسف متخلص به نظامی گنجل. تخلص او سعدی است که از نام عطابک مظفرالدین سعد گرفته شده است. کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه از دلایل زنده بودن زبان فارسی گفت: خب زبانی مثل زبان فارسی زبان میرانی است. دلیلش هم این هستش که ما آثار بسیار زیادی رو داریم که این آثار فخر بشریت هست. رایزن فرهنگی سفارت ایران در روسیه نیز ویژگی صاحبان کارخانه‌های رؤیاسازی را برای دانش آموزان تشریح کرد. شخصی که میتونه برای دیگران تصویری از آینده همراه با امید بسازه یک مالک کارخانه رؤیاسازیه. مثل همه این کسایی که امروز اسمشون اینجا اومد، فردوسی، حافظ، سعدی، نظامی، همه اینها در طول تاریخ کارخانه‌های رؤیاسازی ساختن برای نسل‌های بعدشون. در حاشیه این مراسم تعدادی از کتاب‌هایی که بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا به زبان روسی برای کودکان منتشر کرده هم عرضه شد. در بین اونها کتابی که امسال به عنوان کتاب سال روسیه معرفی شد، شاهنامه فردوسی به زبان روسی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.